خب قراره که زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت رو یاد بگیریم در این دوره و زبان کوچیکیه ولی یه سری مفاهیم داره که ممکنه آزاردهنده باشه. من میگم که زبان ساده ای و نسبت به زبان‌های دیگه معمولا. و اگه بخوایم در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی به صورت کلی صحبت کنیم، ببینید زبان‌های برنامه‌نویسی نرم افزار هستن، در این قالب که بعضی زبان‌ها، همه زبان‌ها یک چیزی دارن به اسم اسپسیفیکیشن. خب این راهنمای پیاده سازی اون زبانه. بعضی زبان‌ها پولی این اسپسیفیکیشن که ما بهش میگیم اسپک از این به بعد. بعضی زبان‌ها نه، میذارنش رو سایت خودشون اگه سایتی باشه، یا میذارنش روی اون ورکینگ گروپی که اون سازمان اختصاص داده که حالا در موردش صحبت میکنیم و توی گیت هاب جایی میتونیم بخونیمش و به عنوان پیاده کننده یا وندر بریم اونها رو پیاده کنیم. جاوا اسکریپت زبانیه که اوپن اسپسیفیکیشن داره و اصلا گوگل اومده V8 رو ساخته، فایرفاکس رفته یه چیز دیگه ساخته. اینها برنامه‌هایی هستن که کد جاوا اسکریپت شما رو میگیرن، اجرا میکنن و اونجوری که باید برنامه شما رو در واقع کامپایل، حالا مفسر داره، ممکنه مفسری باشه، کامپایلی باشه، بیت کد باشه این وسط، حالا بایت کد باشه این وسط و بعد میرسه به جی سی و وی ام و غیر و ذالک. حالا تا اون وندر چطور این مراحل رو پیاده کرده رو انجام میده. چیزی که الان سلطه داره روی دنیای وب و حتی بک‌اند یا سیستم، V8 محصول گوگل و ما وقتی ایج داری، کروم داری، اپرا داری، اینا همه، کرومونیوم داری، بریو داری، اینا همه در واقع فورکی هستن از ایج هم از V8 استفاده میکنه، بخشید فورکی هستن از کروم که اون هم از V8 در نهایت استفاده میکنند. خب این از ماهیت زبان. بعضی زبان ها پیاده سازیشون هم اوپن سورسه، یعنی ما اگه بخوایم پیاده سازی مثلا جاوا اسکریپت رو ببینیم، باید بریم مثلا سورس کد V8 رو ببینیم. برای ما نیاز چنین چیزی نه، ما واقعا نیاز نداریم، ما کار برای اون زبان هستیم نه پیاده کننده اون زبان. نهایت شما به عنوان کسی که قرار زبان برنامه‌نویسی رو به مهارت خوب توش برسی، یا بسته به اون نوع اون زبان، مثلا جاوا اسکریپت در این مورد یه کمی روی جی سیش مطالعه میکنی، نوع حافظه منیجمنتی که داره. و یه مثالی از پایتون بزنیم تا این از ذهنم نرفته. زبانی مثل پایتون هم اوپن اسپسیفیکیشن داره، هم اوپن در واقع هم پیاده سازیش سورس کدش باز هست، معروف به سی پایتون. پیاده سازی های دیگری از پایتون هست تحت عنوان پای پای، یک نسخه پایتون هم مایکروسافت داشت و یک نسخه هم روی جاوا سوار بود و اینها پیاده سازی مختلفی هست. خب مثلا سی پلاس پلاس اوپن اسپسیفیکیشن نیست، پولی، باید برید پول بدید بخریدش از اون سازمان مد نظر. سازمان ها چند تا سازمان هست برای این کارها. خب یکیش برای اونی که برای جاوا اسکریپت هست تحت عنوان اکما اسکریپت هست، اکما اینترنشنال، که تحت عنوان اکما اسکریپت میاد اسپک جاوا اسکریپت رو در واقع هندل میکنه. یک کمی تاریخچه پشت اینها هست که برای ما مهم نیست واقعا، یه موقعی برای خودم هم مهم بود ولی در نهایت واقعا مهم نیست. لازم به ذکره که یک رابطه بین این اکما اسکریپت و اون جاوا اسکریپتی که توی ویندوز همراه میشه وجود داره. حالا دوست داشتید به تاریخچه بخونید، این هم برای شما
جای جالبی باشه. خب ببینید اینجا میبینید که ما نوشته اسپکش رو میتونید اینجا بیاید بخونید، همونطور که گفتیم اوپن اسپک هست و میتونید مطالعه کنیم و بریم پیادهش. چطوری یک زبان توسعه پیدا میکنه؟ مثلا میگن فلان فیچر قرار اضافه شه، میره توی یک سری رأیگیری به یک استیج میرسه. مثلا تمپورال یک پروپوزال هست در استیج 3 برای جاوا اسکریپت. میبینید که برای روش کار میکنن، میخواد بره اگر قبول بشه در نهایت به زبان اضافه میشه. اینم پروسس داکیومنت دیگه. اینجا میگه که هر استیج به چه معناست. استیج 3، پس ما یه استیج 4 هم داریم. درسته؟ خب. بعد جاوا اسکریپت حتی یک اسپکی هم داره برای اینترنشنالش، یعنی ما اگه بریم توی TCNO علاوه بر اسپک خود زبان برای یک آبجکت دیگریش هم اسپک داره. ببینید اینجا برای اینترنشنال API، برای جیسون و برای اینو نمیدونم چیه، اینم که دیدیم اکتیو پروپوزال بود. برای اینها هم، برای این آبجکت اصلا یک اسپک جدا داره. بسیار جالبه. من میتونم بیام اینجا و این آبجکت برای این ما این اسپک این رو داریم. بسیار جالب. اوورویوش رو کاری نداریم، API کانونشن رو هم کاری نداریم. مثلا اینجا نوشته لوکال داره. من انتظار میرم اینجا بتونم بگم که لوکال یه تاب هست. خب ما کاری الزاما با این نداریم. همونطوری گفتم اینها برای وندر هاست. ما میریم از یه جای دیگه اینا رو یاد میگیریم. از کجا یاد میگیریم؟ از گوگل سرچ میکنیم. یک سایتی هست به اسم MDN. این توسط موزیلا هندل میشه که همون که فایرفاکس رو داره و شما میید از روی این رو به عنوان رفرنس زبان استفاده میکنید. مثلا میگید فلان آبجکت اره، برم ببینم اره چه متد هایی داره. اینجا کامل همشون بررسی شده، مثال داره بعضن و غیر از. بعد حتی بهت میگه مثلا این مقدار در کدوم مرورگرها ساپورت میشه یا این اسپسیفیکیشن مربوط به کجاست. این سال 2026 اضافه شده این و حالا این آپدیت شده در اینجا بینیم بهتره. این اسپک رو چون که توی CSS اون ماژولاره اونجا بگیم اضافه شده بهتره، ولی اینجا انگار بگیم آپدیت شده بهتره. این متد هایی که روی آبجکت اره هست. جاوا اسکریپت استاندارد لایبرری نداره، قرار بود موقع بهش اضافه بشه ولی خب نداره و زبان کوچکی.